ماشین زمان که شنیدین، این موتور یه جورایی موتور زمانه. یعنی سوار که بشی از 50 سال قبل شروع میکنی، برمیگردی به دهه 70 میلادی. یه چاپر که کاستومش به سبک دهه 70 میلادی انجام شده، از کمک اسپرینگر جلو بگیر تا اگزوزای گوستی که کنارش بسته شده و فرمونی که تو مایه‌های تی زین تک نفره و اشکالی که تو اسپایدرها هست توش رفع شده. خشکی موتور رو با تغییر ژامبونای وسط به کمک فنر گرفتن کامل. از این عقب که شروع کنیم، لاستیکا شینکوه و در حد 100%. گلگیر عوض شده با طرح دیتونا، کیف سگوش بغل، کتیا و گریپ کاستوم، راهنماهای کاستوم و پروژکتور و خیلی چیزهای دیگه ای که باید توش ریز بشی تا ببینیش. چقدر واسه اهمیت داره که یه موتور از روز اول فقط با یه راننده بیرون رفته باشه. این موتور فقط 5200 کیلومتر راه رفته و از سال 96 دست یه نفر بود. موتور از لحاظ فنی کاملا اوورهال شده و هیچ هزینه‌ای نداره و آماده محضر و اسب زین شده که سندشو بزنی، بشینی رو موتور رو بری دهه 70 و حالش ببری. یه صدای خوشگل هم داره که بشنویم ببینیم چه شکلیه.